من خبرنگار انصاف نیوز هستم. اگه بشه مصاحبه تفصیلی در خدمتتون باشیم. یه سوالی هم از حضورتون داشتم، حالا به تناسب وقتی خوبی شما با انصاف می‌نویسید. سعی می‌کنیم. این چیزایی که بعضن هست که من تو با سلام، حال شما خوبه؟ چطور شما؟ سوالی که از حضورتون نه الان که جواب، چون مصاحبه ندارم دیگه. نه اون مطالب کلیست دیگه. این که باشه یه چیز دیگه میشه. قانون حجاب و اینکه نظر شما چی هست در مورد محتوای این قانون؟ ببینید هر قانونی، مثلا یه قانونی مثل این که بندهای بسیار زیاد داره، چون ما توی هیئت نظارت مجمع هستیم اومده راجع به خیلی بحثاش، بنداش خیلی من کلی بحث داشتم، کلی انتقاد داشتیم، بحث داشتیم اینا. ولی یه چیزی در کشور، در هر چیزی وقتی قانون میشه، اگه هر کسی بگه خوشم نمیاد که این به نظر میرسه با همون چیزایی که حداقل شما بهش خیلی باور دارین. این خواهش میکنم. سلام علیکم. بفهم. بله. سلامت باشید. نه بفهمید، نه بحثتون تمام شد. خیلی ممنون. خیلی ممنون.